سلام، خسته نباشید. ظهوری هستم، شرکت صنایع هوای فشرده تبریز. پس لطفا ما رو به خاطر بسپارید. هوای فشرده تبریز، ظهوری. مطمئنا میدونید که ما اگر توی کارخونه‌مون کمپرسور نداشته باشیم به سختی میتونیم کار بکنیم، مخصوصا وقتی یک کمپرسور بدی داشته باشیم. اگر کمپرسور ما بد باشه در واقع دچار مشکل‌های خیلی زیادی میشیم. کمپرسور توی کارخونجات ما حکم برق رو داره. وقتی برق ما میره ما نمیتونیم طبیعتا کار بکنیم. وقتی کمپرسور ما کمپرسور خوبی نباشه و یا کمپرسور خوبی نداشته باشیم مطمئنا ما در واقع دچار مشکل میشیم. دقیقاً این میمونه که برقمون رفته و مجبوریم بشینیم تا برق بیاد. کمپرسور خوب زمانی در واقع مشخص میشه کمپرسور خوب هست که از متریال های خوبی تشکیل شده باشه و در زمانی که کمپرسور زیر بار هست، در زمان بهره برداری هست که کمپرسور برای ما خوب بودن خودش رو نشون میده. نه اینکه مثلا تو بحث قیمت که مثلا آقای ایکس داره این کمپرسور رو 10,000 تومان ارزون‌تر میده پس طبیعتا کمپرسور خوبی هست. کمپرسور خوب کمپرسوری هست که قطعاتی که توش استفاده میشه، حتی ورق این کابینی که ما توی کمپرسور در واقع استفاده کردیم، این کابین خودش ضخامت این کابین هم مهمه که با ورقی تولید بشه که ضخامتش کمتر نباشه. حتی داخل این درهای کمپرسور این فوم‌های صداگیری که استفاده شده برای گرفتن صدای کمپرسور مطمئنا نیاز هست. این به خاطر به منزله این نیست که انقدر کمپرسور ما صداش زیادی که اینو گذاشتیم که صداش به چشم نیاد، به گوش نیاد. نه، این یک سری از در واقع نیازمندی‌های کمپرسور هست که اینم باید باشه که شما این رو متراژی حساب بکنید که هر متر مربعش قیمتش چنده. اگر من کمپرسور ساز توی این بخوام در واقع حصول بکنم یا توی ضخامت ورق در واقع حصول بکنم، طبیعتا چقدر کمپرسور من قیمتش میاد پایین‌تر. حالا این میشه گفت ظاهر قضیه بود. در باطن قضیه ما توی کمپرسورهایی که داریم داخلش عرض کردم هواساز هست. هواساز داریم ساخت شرکت‌های آلمانی یا فنلاندی که واقعا بعضیاشون هواسازهای بدون مرگی هستن. هواساز داریم هواسازهای شرکت چینی که حالا ما نمیخوایم بگیم برای کسی رو تخریب بکنیم، ولی در طبیعتا شرکت‌هایی که معتبرتر هستن، طبیعتا هواسازهایی که دارن، طبیعتا هواسازهایی که تا به امروز حداقل توی بازار ایران کار کردن خوبی و بدی خودشون رو نشون دادن. ما به هیچ عنوان هواسازی به نام هواساز یک بار مصرف نداریم. هواسازهایی هستن که با 4 تا ولبرین کار میکنن، هواسازهایی هستن که با 6 یا 8 تا ولبرین کار میکنن. این در واقع مزیت و معایب خودش رو داره. هواسازهایی که با 4 تا ولبرین کار میکنن طبیعتا متریال نرم و ماده خودشون هم درست هستن و به هیچ عنوان دچار مشکل نخواهند شد. استکاکشون کمتر خواهد شد و عمر هواساز هم بیشتر میشه، عمر خود کمپرسور هم بیشتر میشه. من میخوام اگر اجازه بدید بریم روی هواسازهای دیگر و اونجا برای شما توضیحات دیگه